آنچه گذشت. کسی صدامو میشنوه؟ نه، فقط یکم خشخش بود ولی کار کرد. اگه بتونیم ارتفاعش رو ببریم بالاتر و برق مورد نیازش رو تامین کنیم شاید بتونیم کاری کنیم. وارد یه درخت راه دور شده بودی. چی؟ ویکتور گفته بود آدم ممکنه سر از هر جایی در بیاره، پس احتمالا خودش جای دیگه ای رفته. باید پیداش کنیم. قدم به قدم پیش میره. جریان وایسا چیه؟ جولی. داریم تو زیر زمینمون چاله حفر میکنیم. قرار منشأ برق اینجا رو پیدا کنیم. کسی ویکتور رو ندیده؟ این تنها شانسیه که میتونیم باهاش بریم خونه. میدونی چیه؟ تو خسته شدی، بهتره که بری. من خودم یه راه حلی براش پیدا میکنم. خودم میدونم اخیراً بهت سخت گذشته. همه چش انتظار این برج هستن ولی باید بهم قول بدی. کریستی. خب اگه از هم پاشیدی با هم صحبت کن. بذار کمکت کنم. خودمون چه حس و حالی پیدا میکنیم. ما که فقط همینجا با هم رابطه داشتیم. منبع انرژی نداریم. برق میخوای آره؟ آره. ولی نمیشه چیزی رو زد تو پریز. اصلا معلوم نیست محتوای این سیما هنوز. فهمیدم چی کار کنم. اون چیه؟ فکر میکنم به تهش رسیدیم. صداشون رو میشنوم، نمیتونم تحمل کنم. این دفعه خیلی فرق میکرد. صدای خانومی بود که به هم میگفت به جناب نون و ماهی بگو اشتباه کردیم. اینجا موجوداتی هستن که از اون هیولاها هم بدترن. ما نباید میومدیم. ما خوبیم. به نظر من که یه چیزی هست. بریم دم برج. رسیدیم. این هم از برج. آهای، من که اینا رو نمیشناسم. میخوای یه داستان برای تعریف کنم؟ نمیخواد. الان دیگه خودم میتونم داستان تعریف کنم. آفرین به تو، دیگه بزرگ شدی مگه نه؟ حالا داستانتو بهم بگو. دارن سعی میکنن راه برگشت رو پیدا کنن. درو باز کنین. اومدم، درو دارم باز میام. کنین. کسی نیست؟ تو چه مرگته؟ مشکل برقمون چی رو فهمیدی؟ کدوم چراغتونو کمتر از همه دوست دارین؟ چی؟ چیزی این نیست، یکیه؟ چیزی نیست. یا شاید همین یکیه. چی داری میگی؟ همینو کدوم برمی‌دارم. چراغ؟ صبح خیر. بیدارتون نکردم. جریان چیه؟ نه وایسا. چی کار میکنی اینجا که؟ بزرگترین مشکلمون در راستای تامین برق سیگنالمون چیه؟ ها؟ نمیشه چیزی رو تو پریز زد مگه نه؟ پریزامون آشغالن. ببخشید. این سیما که اصلا سیم برق نیستن. یعنی این چراغ اصلا نباید روشن بشه. ولی میشه مگه نه؟ یعنی فرقی نداره جریان پریزا یا سیممون از چه قراره. خروجی حاصل از اینجا برقیه که موجب روشن شدن چراغه میشه. تا اینجاشو فهمیدی؟ آره. خیلی خوب. خیلی خوب. اینه که دست منه رو میبینین؟ خب این پشت ماشین یکی از ساکنین این شهر بوده. یعنی این وسیله تو دهکده کوچیکمون به هیچ دردی نمیخوره. بفرما. ولی اگه ته سیمو برداریم و به سوکتی که واقعا ازش برق خارج میشه وصلش کنیم و دوباره این چراغ رو بذاریم سر جاشو محکمش کنیم، بعدش نگاه کنیم. وای، دیدین؟ اگه بتونیم یه ذره چراغ سیم جمع میتونیم یه کنیم باتری عظیم از خانه اجتماعات بسازیم. زدی تو. یه کارت صدآفرین به گوگلی خان بدین. مطمئنم خودت هم در نهایت به همین نتیجه میرسیدی. یوهو. ببینم خوراکی ندارین؟ خیلی گشنم شده. به نظرتون خودشون میدونن اینجا کجاست؟ چی؟ حشره ها، گاوا و پرنده های اینجا رو میگم. به نظرتون خبر دارن تو چه محیط وحشتناکی زندگی میکنن؟
دارم به این فکر میکنم که اونا از اینجا نمیترسن. الان آقا کرمه با خودش میگه نگاه کن چه خاکی پیدا کردم. میدونستی اگه کرمی رو نصف کنی مجددا رشد میکنه و 2 تا میشه؟ منظورتون چیه؟ منظورم اینه که کرما خیلی هم وحشتناکن. مطمئناً اینجا خیلی راحتن. چی داشت چادرمونو میکشید؟ نمیدونم. به نظرتون کجاییم؟ فکر کنم وقتشه که بفهمیم. این دیگه چه کوفتیه؟ When I was just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their father, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. خب ببینید چی میگم. اصل کارمون هدایت سیم است. خب علاوه بر سیمی که باید رادیومونو باهاش به سقف خونه اجتماعات متصل کنیم، باید برای اتصال چراغای خونه اجتماعات رو خود رادیومون هم سیم داشته باشیم. بهشون بگو از کجا سیم جمع کنن گوگلی خان. خب میشه هر چیزی که تو ماشینا هست و سیم داره رو ازش استفاده کنیم. از لوازم خانگی گرفته تا لوازم الکترونیکی، حتی سیم کشی خود ماشینامون، حتی اون آمبولانسی که کنار درمونگاهه. به نظرم سیمای زیادی داره. خود اینجا وسایل زیادی تو انبارش هست. من و بچه‌ها از همینجا شروع میکنیم. هر کسی هم که خواست میتونه اینجا بمونه و کمکمون بکنه. بقیه‌تون هم هر چقدر که میتونین سیم جمع بکنین، چون هر چقدر که سیم بیشتری داشته باشیم اتصال قوی‌تری داریم و سیگنال بهتری میتونیم بفرستیم. خیلی خوب، شنیدین که چی گفت؟ به بقیه خبر بدین که مشغول بشین. بجنبین رفقا، بجنبین. آره، من فکر کنم بدونم سیم از کجا میتونیم جمع کنیم. شرمنده باید برم. خداحافظ. وایسا اسمش جیمه. چی؟ اسم پدرم جیمه. آها بابات میگی. آره اسمشو خودم بلد بودم. خیلی بیشوری. ببخشید، یعنی میگی که خیر سارا باید چی کار کنم ها؟ جوری؟ چیزی نیست، الان میام. آها خیلی خوب. از اون لحظات مهم پدر و دختری پیشون قشنگه. لحظه خیلی قشنگیه. طرفداری باباتو میکنی. آفرین به. دیگه گوگولی خان صداش نکن. قبوله. ولی خودتو از این به بعد شم صدا میکن. ازت خوشم. خوش گذشت. بالای تپه میبینمت.
سخنرانی مهم جید از دستت رفت. آره احتمالا خیلی در کار بوده. فکر میکردم تا الان رفته باشی دم خونه‌مون. نه، میخوام به کریستی کمک کنم تا میتونه از آنبادان سیم جمع کنه. این همه شهر متفاوت و جاده های متفاوت در کار بوده ولی همشون به همینجا ختم شدن. واقعا فکر میکنی ارسال سیگنال رادیویی تفاوتی حاصل میکنه؟ من امیدوارم. امواج رادیویی خیلی بیشتر از ما حرکت میکنن. به خاطر همینم معلوم نیست، مگه نه؟ آره. خب پس لابد بهتره بریم تو کارش دیگه. ممنون. خب چه حسی به ترای دست داده که باید اجناسش رو تحویل بده؟ خب خیلی هم خوشحال نشده بود ولی یه گپی زدیم. جریان چراغ چیه؟ وارد این شهر که شده بودیم تو صندوق عقب ماشینم بود. دانشجو که بودم چراغ رو میزین بود. چه ناز. اینجا کار نمیکنه و اصلا نمیشه تو پریز زدش، ولی حس خوبی داشت که یکی از وسایل خونم دم دستم باشه. متوجهی که اون کرش باز میشه. خب دست هم اتاقی خوابگام یه مقدار کج بود، برای همینم کرش مخفیگاه من واقعا؟ آره. الان توش چی گذاشتی؟ چه بامزه که پرسیدی. تو دوران دانشگاه بعضی وقتا پشت میزم میشستم و به کشورها خیره میشدم و به مقصد سفرهای آیندم فکر میکردم. زمانی که اومدم اینجا نشستم فهرست سفرامو نوشتم، کل سفرام، جاهای دیدنی هم نوشتم که اینکه رفتم خونه بهشون سفر کنم. بده ببینمش. بدش ببینم. وای پسر اینا رو یادمه. این رسیدای داروخونه‌ای خیلی منفور بودن. چه فهرست بلند بالایی نوشتی. داشتم. کوستاریکا، هاوایی، ایسلند. خوبه. خب تا حالا رفتی اونجا؟ من به ندرت با ما از گرند پیتز اون طرف تر میذاشتم اما دلم میخواست. خب مگه رادیومو به نتیجه برسه شاید ما بتونیم با هم دیگه بریم. لزومی نداره حتما بریم ایستن. بالاخره فهرستم کلی جاهای مختلف رو شامل میشه. ببین کنی، من خیلی ازت خوشم میاد. ولی نامزد دارم. خودت که میدونی. نه درسته من میدونم. نه درک میکنم. معذرت میخوام نباید این حرفو میزدم. من اولین بسته سیما رو میرسونم خونگی اجتماع. آخه احتمالاً خیلی مشتاقن که دست به کار بشن. خیلی خوب من اونجا میبینمت. متاسفم. خیلی خوب، اشکال نداره. یه کمی به هم ریخته ولی احتمالاً چیزی پیدا میکنی که به دردت بخوره. ممنون. آره، اگه چیزی لازم داشتی صدا. باشه. آها راستی، واسه چی تو با بقیه نرفتی خونه اجتماعات؟ منظورت اینه که چرا تو ساخت برج نجاتم امید همکاری نمیکنم؟ آره، به نظرت به نتیجه نمیرسه؟ بذار در این حد بگم که شاید افراد متعددی بودم که همشون در نهایت مهمون مغازه من شدن. میخوای وجه چرا که همگیشون رو بگم؟
افکاره جنون آمیزی تو راستای فرار از اینجا به سرشون زده بود. بعداً میبینم. ممنون. سلام. سلام. میشه یه لحظه با حرف بزنم؟ آره معلومه. اینجا نه. باید با هم بیای. ما اینجا کلی کار داریم. آره میدونم ولی موضوع مهمیه. باشه بذار یه لحظه. بذارش همینجا. زود برمیگردیم. خب زود باش. الیس داریم کجا میریم؟ یکم دیگه بیشتر نمونده. خیلی خوب رسیدیم. کجا رسیدیم؟ اولین لحظه‌ای که دیدمت همینجا وایساده بودم. پشت فرمون فولکس واگن قورباغه‌ایت نشسته بودی و چندین ساعت رانندگی می‌کردی. حتی هنوز لاستیکاتو پنچر نکرده بودن ولی همونجا زدی کنار، از ماشینت پیاده شدی و یه نگاهی به اطراف انداختی. یادمه. از کوری آدرس پرسیدیم. آره. داریم چی کار میکنیم؟ خب من فکر کردم خیلی زیاد راجع به چیزی که گفتی و برگشتمون به خونه، راجع به آیندمون، و یه چیزی رو فهمیدم. دیگه حتی یادم نیست قبل از پیاده شدنت از اون ماشین چه جور آدمی بودم و نمیخوام بدونم بدون تو چی میشم. الیس، تو عشق زندگی منی و مهم نیست کجا باشیم، چه اینجا چه هر جای دیگه، هیچ اهمیتی نداره کجای این دنیاییم، چون تو خونه منی و منم دوست دارم خونه تو باشم. من عاشقتم. صبر کن ببینم قراره ولی بشنوم. قرار نیست ولی بشنوی. خیلی خوب باشه. خب متاسفانه کل جواهر فروشی ها تعطیل بود ولی این سیم خیلی شیک رو برات جور کردم. از سیمای خودم برداشتیش؟ آره. هی چی شده؟ بابات خیلی خوشحال میشه. داریم کجا میریم؟ خب نور از اون سمت سطح شد. یعنی همینجوری میریم به سمت منشأ نور؟ آره همینطوره. به نظرتون فکر خوبیه؟ تو پیشنهاد بهتری داری؟ اصلا نشنیدین دیشب چی گفته بودم؟ چرا؟ شنیدم. میشه لطفاً وایسین؟ ببین چیزی که اصلا معلوم نیست چی بوده ما رو کشونده وسط ناکجا آباد. من که اصلا نمیدونم شهرمون از کدوم طرفه، فقط میدونم یکی از اون سمت نور تابونده بود. نور چراغ قوهم نبود، چراغ بزرگی بود، شاید نور افکن بوده، نمیدونم. احتمالا شخصی یا موجودی اون طرف باشه که بتونه کمکمون کنه. پس از این ور میریم. خب اگه طرف نخواد کمکمون کنه چی؟ در آن صورت باید یه مشکل دیگر رو حل کنیم. دیشب صدای عجیبی شنیده بودم، با بقیه صداها فرق داشت. آره گفته بودی. جناب نونو ماهی دیگه کیه؟ منم جناب نونو ماهی، منم. لقبم در طی دوران خدمتم این بوده.
دو نفرم بیشتر از این لقب خبر نداشتن. یکیشون هم ژورنالیست بود. همسرتونه. آره. به نظرتون ایشون چی؟ منظورت چیه؟ همسر مرحومم اومده پیامی به هم رسونده؟ میخوای اینو جواب شما بدم؟ منو برای اینکه کمکتون کنم آوردین اینجا. خیلی خوب. ببینید الان کجایین. نمیدونم کی یا چه موجودی بود ولی به همون گفته بود برگردیم. به همون گفته بود اگه اینجا بمونیم اتفاقای بدی خب میفته. وقتی که بهت نگفته کدوم طرفی بریم ما ببینم باید چی شده. کجا میری؟ کسی اونجاست؟ کجایی؟ با من حرف بزن. تو داری با کی حرف میزنی؟ کجایی؟ من وایسا، داری چی کار میکنی؟ ابی ابی عزیز دلم. نه 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 گندت بزنن. اینو بگیرش. بذار کمکت میکنم. اونجا چی بود؟ چیزی نبود. چیزی نبود. سلام بچه. چطوری میخواین اون بالا علمش کنین؟ خب ما بالا برداریم. آره. به محض اینکه آنتن رو تا روی سقف ببریم اونقدری میره بالا که سیگنالای خودش از بالای درخت‌ها پخش بکنه. چه خفن. حالت خوبه؟ آره خوبم. میرم داخل ببینم کسی کمک میخواد یا نه. اگه خواستی من اینجا. باشه. کاش ویکتورم اینجا بود. مطمئنم خیلی از این خوشش میومد. خب مطمئنم هر جا که از حالش خوبه. من که میدونم. اونم الان داره قسمت خودشو بازی میکنه. قسمت خودش؟ از این ماجراجویی دیگه. لابد الان داره یه کار خیلی مهمی میکنه. قسمت خودشه دیگه. اینجا هم قسمت خودمونه. آفرین. باید آروم باش. حالم خوبه. باید بریم. اول باید ببینیم وضعیت نیش عنکبوت گفتم چطوره. حالم خوبه. نه معلومه خوب نیستی. اصلا چه اتفاقی افتاد؟ بی خیال من شو. یه صدایی شنیدی مگه نه؟ خواهش میکنم به هم بگو چی شده لطفاً. چی؟ الان میخوای من چی بگم؟ میخوای از مشیت الهی بگم؟ چون اینجا که اصلا راهی به بیرون نداره. این شهر کوفتی، این شهر لعنتی کاری میکنه که فکر کنی مسیر رو داری درست میری. بهت امید میده، بعدش امیده تو ازت میگیره. انگار که از رنج و عذاب تغذیه میکنه. عذاب منو میخوای؟ رنج و عذاب منو میخوای؟ یالا عذاب میخوای؟ بیا بگیرش. مال خودت. من همینجا منتظر میمونم. باید خدا لعنت بهش. چی شده؟ نمیدونم. سرم، یعنی حالم خوب نیست. مشکل نیش عنکبوت نیست. دفعیم. باید راهمون رو ادامه بدیم. دست بردار. کجا بریم؟
نمیدونم. کجا بریم؟ تو بگو. بریم سمت نور. یادته؟ ما باید بریم سمت نور. لعنت به اون نور. هیچ راهی نیست. اون صدا بهت درست میگفت با همینجا میمیری. پس دیگه نمیتونی پسرتو ببینی؟ همینو میخوای؟ باش. باش. بذار کمکت کنم. باش. بلند شو. زود باش. بایسا. داره طوفان میشه. پس بهتره زودتر راه بیفتی. خیلی خوب، درست شد. بکشش بالا. کجا میری؟ چی؟ داری کجا میری؟ میرم کمک کنم بقیه سیما رو بیاری. فکر نمی کنم نیازی باشه چون همشو آوردن. درسته. باشه پس فهم میرم وسایلمو بیارم. ببخشید منظورم سیگارم بود. یه جعبه مونده که نگهش داشتم. باشه بابا جون. ناراحت که نمیشی. خودم میدونم تمایلات من به نظرت چقدر زشته. خدا شفاعت بده. لا 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 لا. گرمه. نمیدونستم اینجایی. من یه چیزی تو اتاقم جا گذاشتم. خب احتمالا قراره بریم خونه. خیلی هیجان انگیزه مگه نه؟ آخه به نظر میاد زیاد هیجان نداری. میدونی من بچگی پیش مادر بزرگم توی فرانسه بودم. وقتی 12 سالم بود اون مرد. مجبور شدم با عمو برگردم آمریکا. مجبور شدم تنهایی سوار هواپیما بشم چون که کسی نبود. میدونی دیگه. دلم هم نمیخواست برم. یعنی نمیخواستم از فرانسه برم چون که مادر بزرگم اونجا دیگه هیچ کس و کاری نداشت. منم نمیخواستم تنهاش بذارم. البته مرده بوده ولی تو فرودگاه یهو زدم زیر گریه. بعد یه خانم مهربونی واسم نوشابه آورد. گفت که اشتباه میکنم. اون برگشت بهم گفت وقتی که میری اونام همراهت میاد. ببخشید یکمونم کل حرفم اینه که ناراحت نباش. احساس گناه هم نداشته باش.
وقتی بری اونم باهات میاد. با هم دعا میخونی؟ آره. خیلی خوب. با این پیچ گوشتی خیلی آروم میزنیمش به سیم پیچ. اینجوری فرکانس رو تعیین میکنیم و اگه روی سیم پیچ جاش رو عوض بکنیم مثل عوض کردن کانال تلویزیون میشه. اونم به این وصل میشه؟ آره. چه خفن. جیم اون بالا همه چیزو حاضر کرد. خب یه لحظه صبر کن. آهای رفقا، خوراکی آوردم. حالا چطوره؟ حال خودت چطوره؟ فرصت نشد سیگاره رو بکشم. راضی شدی؟ بهتری بری اون بالا روی سقف. الان شروع میکنیم. یه لحظه بیا. خیلی خوب خالد چلا. دیگه وقتشه. امروز هر کی گن بزنه مجبور شب توی جعبه بمونه. دیگه قرار نیست کسی توی حالا جا هر بشه. میشه اینا رو پخش کنی؟ خیلی خوب باشه. دیگه هر کی خواست تعارف نکنه. بسته با تو هم. بس کن. این یورو عجب احمقیه. سلام. سلام. چه بساطی اون بیرون پهن کردی؟ آره. این لامپ تو یادت رفت. یادت رفت ببری. ممنون. من واقعا شرمندم اگه شرایطو پیچیده کردم. نه صبر کن. راستش خودم اومدم یه حرفی باهات بزنم. باشه. خودمم نمیتونم. همینم باعث میشه که بترسم. چون دلم میخواد برگردم خونه. یه روز برگردم میشیگان، اونی که عاشقم شد و منتظرم موند و پیدا کنم. ببینم هنوز منتظرمه. ببینم هنوز عاشقمه که بتونیم دوباره رابطمون رو ادامه بدیم، ازدواج کنیم و یه زندگی رو شروع کنیم. خب تو ته دلت چی میخوای؟ که برم ایسلند با فوق‌العاده ترین مردی که توی داغون ترین نقطه دنیا دیدم. خب جفت انتخابات که انگار خیلی خوبه. آره. خودت کدومو میخوای؟ نمیتونم. خیلی خوب بچه‌ها، شما آماده شدین؟ آره. فقط یه لحظه صبر کن. منم میخوام ببینم. وایستی. سلام. شما حاضرین؟ خب دیگه حاضره. تو آماده ای؟ بزن بریم. بلند کنی. عزیزم. بلند کنین. خیلی خوب. بلندش کنین. به جمعی بچه ها. از همینجا. خودشه. آفرین. آها. خوبه. جنبین. خوبه. همینه. خیلی آروم. آفرین. آره. خیلی خوب بیا پایین. حالا دیگه وقتشه ببینیم کار میکنه یا نه.
نگران نباش درست خیلی میشه. خب بچه ها، دیگه نوبت شما. زود 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 زود. خوبه. خیلی خوب. با شماره 3. 1 2 زود باشی. 3. بجنبی. وای خدا، دست نزن. داره کار میکنه. قدرت برقش زیاده. داریم سیگنال میگیریم. آره بیا بغلم. گوش کنین، اگه احیانا از چلون درم دیگه سیر شدین، دیگه کم کم رادیو رو راه بندازین. آهای، اون ابرا رو اونجا میبینی؟ این از کجا پیداشون شد؟ باید یه سرپناه پیدا کنی. اول برسیم به تپه، بعدش خیلی خوب. من دیگه تو جلوتر برو، من 1 دقیقه استراحت میکنم. نمیتونیم استراحت کنیم. باید ادامه بدیم. زود باش بیا دیگه. چیزی تا تپه نمونده. نمیتونم. شنیدی؟ داریم مسیر رو درست میریم. فقط باید ادامه بدیم. چیزی نمونده. چیزی نمونده. اینجا بذارش روی. بالاش یادته؟ آفرین. کمک. ما به کمک نیاز داریم. درخواستم اورژانسیه. فوراً به کمک نیاز داریم. صدا ما دارین؟ بذارش بعدی. کمک. کسی صدای منو داره؟ ما به کمک اورژانسی نیاز داریم. کسی صدا ما داره؟ کمک. بعدی. کمک. ما به کمک اورژانسی نیاز داریم. کسی صدای ما رو داره؟ کمک. طوفان شدیدتر شده. جمع کنید بیاریدش تو. فردا دوباره امتحان میکنیم. میشه چند دقیقه دیگه صبر تا کنید؟ 10 دقیقه دیگه این طوفان وامونده اون برجه رو از روی سقف پرت میکنه میندازه رو سرتون. لااقل پسرتو ورش دار بیار تو. خیلی خوب، تو برو تو. ولی میخوام حرفمو گوش کن بمونم. و برو تو. منم تا چند دقیقه دیگه میام. خیلی خوب، بدش من. زود باش برو. چیزی نیست، برو. خیلی خوب، اینو بدش به من. خیلی خوب، اول باید آره خودم بلدم. یادت نره اگه رادیو به فنا بره کل نقشه به فنا رفته. کمک. کسی صدای منو داره؟ ما درخواستمون اورژانسیه. کسی صدای منو میشنوه؟ جواب بده. جیم فایده ای نداره، بذارش واسه فردا. لعنتی. خیلی خوب باشه. الو؟ کسی پشت خطه؟ آره ما هستیم. خدای من اصلا باورتون نمیشه. خدای من. ببینم میشه بگین که شما کجایین؟ آروم باش. جیم تویی؟ ببخشین چی گفتین؟ جیم ماتیوزی. شما کی هستین؟ نباید میذاشتید زنتون شاله رو بکنه جیم. بمون پیش بچه ها. داره کجا میره؟ نمیدونم. برو کنار. چه اتفاقی افتاده؟ کجا رفت؟ دانا میگم چی شده؟ چی؟
یعنی چی؟ اومدی؟ گفته بود که قراره بیای. چی؟ اون پسر لباس سفیده به هم گفت که منتظرت بمونم چون قراره بیای. باید بریم. اینجا اصلا امن نیست. اونا روزا اینجا میخوابن. چی؟ نگاه کن. نقاشی هم کشیدن. وای خدای من. باید بریم. زود باش، زود باش. عجله کن. تمتا! 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 بوید تو برو. نه نمیذارم تنها بمونی. ای گوش کن اگه نری جفتمون همینجا میمیری. گوش کن یه نفر باید زنده بمونه، یه نفر باید برگرده به بقیه خبر بده. جفتمون نمیتونی بریم. میتونی. ما فقط باید یه سرپناه پیدا کنیم. سارا من نمیتونم اینجا ولت کنم برم. سارا بالا رو ببین. ناتان در مورد این شهر راست میگفت. الان دیگه عصبانی شده. باید بریم داخل. برین اون تو. اونجا جاتون امنه. اونجا یه درخته. مطمئنم جامون امنه. جدی میگم بیا لطفا. خوبه. ایناهاش. بیا. هرچه زودتر برو. چی؟ باید بری اون تو، فهمیدی؟ آخه چجوری؟ اونجا جامون امنه. برو منم پشت سرت. باش. قول میدم که بیا. سارا تو آهای کسی نیست؟ چی؟ هی آهای کسی صدامو میشنوه؟ آهای کمک میخوام. آهای کسی صدای منو میشنوه؟ Every time I think